این جلسه راجع به ویلن صحبت میکنم. ویلن مخفف ویرچوال لن هستش. اگر از جلسات قبل یادتون باشه، توی شبکه لن دیوایسی رو که مورد استفاده قرار میگیره سویچ هست و سویچ ایرادی رو که داره میاد برادکست دومین ایجاد میکنه و برادکست دومین هم خوب نیست برای شبکمون و ما میخوایم این برادکست دومین رو در حقیقت هرچی کوچیک‌تر بکنیم برای نتورکمون بهتره. واسه همین ما میتونیم از ویلن استفاده بکنیم. ویلن میاد چه کار میکنه؟ برادکست دومین رو میشکنه به نتورک های مختلف که حالا در ادامه بیشتر راجبش توضیح میدم. خب ببینید توی این شکل فرض بکنید، اجازه بدید من این رو پاکش بکنم اول. اوکی. تو این شکل فرض کنید یه سازمانی هست 3 طبقه داره و تو هر طبقه قسمت مختلفی هستش. قسمت آیتی، سیلز و اچ آر یا منابع انسانی هست و ما دنبال شبکه هستیم که واحد آیتی با هم در ارتباط باشه، اچ آر با هم و سیلز هم با هم و اینا نتونن به هم دسترسی داشته باشن. خب یک سولوشن اینه که ما بیایم 3 تا نتورک مجزا داشته باشیم و اینا رو به هم در نهایت وصل بکنیم و هزینه‌مون میره بالا. یک سولوشن دیگه این هست که ما از شبکه فعلیمون استفاده بکنیم و بیایم این سویچامون رو مدیریتش بکنیم، یعنی بیایم ویلن تعریف بکنیم برای اینا و با استفاده از ویلن که داخل هر کدوم از این سویچ ها ما میایم تعریف میکنیم، ما میتونیم در حقیقت 3 تا نتورک داشته باشیم: نتورک مربوط به آیتی، نتورک مربوط به اچ آر و نتورک مربوط به سیلز. خب پس ویلن خیلی بنفیت داره واسه نتورکمون. حالا باز من یک اشاره دیگه میکنم، سکیوریتی شبکه رو میبره بالا، بهبود میبخشه سکیوریتی رو، به خاطر اینکه اون بخشایی رو که میخوایم از هم دور باشن، با هم ارتباط نداشته باشن، با ویلن این کار انجام میشه و هزینه رو میاره پایین تر، پرفورمنس شبکه رو میبره بالا، برادکست دومین رو میشکونه و ادمین شبکه اون رو بهتر میتونه مدیریت بکنه و منیجمنت افیشینسی شبکه میره بالا. خب حالا که تا حدودی با ویلن ما آشنا شدیم، میخوایم ببینیم که چه ویلنایی ما داریم، یعنی از نظر تایپ و نوع در حقیقت چه ویلنایی وجود داره. خب اولین ویلن دیتا ویلن هست که توی دیتا ویلن فقط دیتا هستش که ترانسفر پیدا میکنه از طریق شبکه، وایس ترانسفر نمیشه. نوع دیگه ویلن دیفالت ویلن هستش. توی دیفالت ویلن در حقیقت که توی سویچ های سیسکو همون ویلن وان هست که بای دیفالت تعریف شده. ویلن بعدی نیتیو ویلن هست. ببینید سویچ ها که بخوان با هم در ارتباط باشن، این ویلن ها رو بخواد عبور پیدا بکنه از سویچ های مختلف، از طریق پروتکل 802 ممیز یکیو انجام میشه و این کار از طریق تگ گذاری انجام میشه. تگ به چه مفهومیه؟ به این مفهومی که اگر فریمی بخواد از سویچ رد بشه، یک تگی بهش زده میشه و بهش میگه که این ویلن مربوط به ویلن یکه. تگ بعدی واسه اینه که این ویلن دو هست و الی آخر. خب تو سویچ های قدیمی و اونایی که در حقیقت این رو ساپورت نمیکنن، ما باید دنبال راه چاری باشیم، چون تگ انجام نمیشه، آن تگ هستن اصطلاحاً
و ما باید نیتیو ویلن تعریف بکنیم که حالا توی سناریو تو پکت تریسر به صورت عملی من بهتون نشون میدم. ویلن بعدی ویلن منیجمنت هست. ویلن منیجمنت ویلنی هستش که ما میتونیم عمل مدیریتی رو روش انجام بدیم و باید آی پی ست بکنیم که این رو هم به صورت پرکتیکال من بهتون نشون خواهم داد. خب چند تا نکته مهم اینجا وجود داره. اینه که در حقیقت ویلن یک ویلنی هست بای دیفالت تعریف شده برای سویچامون. نیتیو ویلن هم بای دیفالت هم ویلن یکمون هست و منیجمنت ویلنمون هم همین ترتیب و ویلن یک رو به هیچ عنوان ما نمیتونیم دیلیتش بکنیم یا رینیمش کنیم. خب صحبت از پروتکل 802.1q شد. اگر یادتون باشه توی در حقیقت قسمت فریم که توی لایه 2 صحبت میکردیم ازش یک همچین فیلدی رو ما اومدیم تعریف کردیم. دیدیم که تو لایه 2 ما یه مک ادرس داریم، یک دستینیشن مک ادرس داریم، سورس مک ادرس داریم و تایپ دیتا FCS. خب تو مبحث ویلن این قسمت میاد یک فیلد دیگه رو باز میکنه به نام تگ که با استفاده از این تگ گذاری سویچ ها متوجه میشن که این ویلن مربوط به کدوم ویلن میشه. از این طریق سویچ ها میفهمن که در حقیقت این ویلن رو میتونن شناسایی بکنن. خب در رابطه با ویلن آیدی رنج اعدادی رو که برای ویلن ما میتونیم به کار ببریم 1 تا 1005 هست و ویلن 1 هم بای دیفالت هست که دیلیت نمیتونه بشه. ویلن 1002 تا 1005 برای توکن رینگ و FTDI استفاده میشه و اون فایل مربوط به ویلن که ویلن.dat هست تو فلش مموری هستش. یک سری اکستندد رنج هم داریم که حالا تو فرصتی دیگه راجع بهش صحبت خواهم کرد. خب مبحث بعدی راجع به ترانک هستش. خب ببینید اگر یادتون باشه گفتم که سویچ بخوان با هم در ارتباط باشن از طریق پورت ترانک باید انجام بشه. این یک سویچ، اینم یه سویچ دیگه. ارتباط بین اینا بهش میگن ترانک. هر کدوم از اینا که به پی سی وصل میشن، اینا فرض کنید که این وصل به پی سی میشه، ارتباط بین سویچ A با پی سی این رو بهش میگن پورت اکسس، ارتباط بین این سویچ و این سویچ رو بهش میگن پورت ترانک. خب برای اینکه ما بتونیم این ویلن‌های مختلف رو در حقیقت عبور بدیم و به سویچ بعدی برسه باید این پورت ترانک رو هم ما تعریف بکنیم و از طریق پروتکل 802.1q این کار انجام میشه. خب تو این شکل یک سمپل کانفیگوریشن من براتون آوردم. سویچ 1 هست که از طریق اکسس به پی سی وصله، اینم از طریق ترانک به سویچ دیگه وصله. خب ما برای که ویلن رو تعریف بکنیم مثلا ویلن 20 به این ترتیب اول میریم تو مود کانفیگوریشن، از دستور کانفیگ ترمینال استفاده میکنیم و دستور ویلن 20 رو ما اینجا تایپ میکنیم و یک نیمی رو هم میدیم به این ویلن. اسمش مثلا میخوایم استودنت باشه، یعنی نتورکی که فقط استودنت ها توی کالج یا یونیورسیتی فقط استودنت ها استفاده کنن و از دستور اند استفاده میکنیم به همین راحتی. پس ویلن 20 اسمش شد استودنت که ما تونستیم تعریف بکنیم. این مربوط به در حقیقت تعریف ویلن میشه.
نکته که وجود داره اینه که حالا ما این ویلن رو تعریف کردیم، به کدوم پورت میخواد اساین بشه، چون بیگ سویچ خیلی پورت داره، 24 تا 12 تا 16 تا. حالا این ویلن به کدوم پورت باید اساین بشه؟ برای اینکه این رو ما تعریف بکنیم دوباره میریم توی کانفیگ ترمینال و میریم توی مود اینترفیسی رو که میخوایم پورت رو اساین بکنیم. خب تو این شکل فست ایترنت 0/18 هست، میریم تو اینترفیس F0/18 و از دستور سویچ پورت مود اکسس استفاده میکنیم. سویچ پورت مود اکسس. خب ببینید چون ارتباط بین سویچ و پی سی هست، این مود اکسس هست. خب حالا اینجا باید تعریف بکنیم که توی این مود اکسس کدوم ویلن اجازه داره رد شه و ویلن 20، چون بالا ویلن 20 رو تعریف کرده بودیم دیگه. پس تایپ میکنیم سویچ پورت اکسس ویلن 20 و دستور اند رو ما اینجا میزنیم. خب قسمت بعدی ارتباط بین سویچ 1 و سویچ 2 هستش که ما باید در حقیقت ترانک رو کانفیگور کنیم. خب برای این کار ما باید پورت رو اساین بکنیم. همونطور که از شکل معلومه پورت فست ایترنت 0/1 هست. میریم تو اینترفیس فست ایترنت 0/1 و اینجا از دستور سویچ پورت مود ترانک استفاده میکنیم. دیگه مود اکسس رو استفاده نمی کنیم به خاطر اینکه ارتباط بین در حقیقت سویچ هستش و باید برای سویچ تعریف بکنیم که اجازه عبور چه ویلنی رو داره. باید مجوز بگیریم، مثل عوارضی هست، باید مجوز بگیریم که چه ویلنی حق عبور از این پورت ترانک رو داره. خب از دستور سویچ پورت ترانک allowed میخوایم ویلن 20 10 30 99 مثلا از این پورت ترانک رد بشن. خب پس از دستور سویچ پورت ترانک allowed VLAN 10 20 30 99 ما میم استفاده میکنیم. خب ممکنه ما یه ویلنی داشته باشیم که تگ نشده باشه و آن تگ باشه، میایم از دستور سویچ پورت ترانک نیتیو ویلن استفاده میکنیم. این کلیات راجع به ویلن بود که من براتون گفتم. تو قسمت بعدی میریم به صورت پرکتیکال این رو ما میایم به شما نشون میدیم.